أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قطر اولین کشور اسلامی دنیا است که 22مین دور مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 را میزبانی می کند و حالا این کشور اسلامی را تمام جهان تماشا می کند که یک دستاورد بزرگ در جهان اسلام می باشد. اقدامات اسلامی کشور قطر در این مسابقات قرار ذیل است. اول، شراب، قمار، فحاشی و لواطت ممنوع اعلام شده است. دوم، منصوبین امر بالمعروف و نهی از منکر در تمام دروازه های ورودی استادیوم های فوتبال مستقر شدند. سوم، احادیث پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در تمام راهروهای استادیوم ها و اماکن تفریحی نوشته و نصب شده است. چهارم، قرار است مسابقات با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز گردد. پنجم، قطری ها از تمام اشتراک کنندگان سراسر جهان که میخوان در این مسابقات اشتراک کنند خواسته است تا به فرهنگ و ارزش های اسلامی احترام بگذارند و از پوشیدن لباس های برهنه خودداری کنند. ششم، طبق گفته های رسانه ها بزرگترین مبلغ جهان اسلام دکتر ذاکر نایک در مراسم افتتاحی این مسابقات سخنرانی انجام دادند که طی این سخنرانی دکتر صاحب به تعداد 887 نفر مرد و زن به دین اسلام مشرف شدند. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله. بله، این گونه بهتر میتوان اسلام را به جهانیان معرفی کرد، نه افراطگرایی و عدم احترام. حالا از شما دعوت میکنم تا بسته تصویری آماده شده از جریان شادی مردم در عین ورود به قطر را تماشا نمایید.